کتاب 23 سال، نویسنده علی دشتی، فصل سوم، سیاست، بخش هفتم، زن و پیغمبر. AvoyebookWordPress.com. گلدزیهر معتقد است در هیچ یک از ادبیات دینی نظیر این وضوح و روشنی، آن هم نسبت به جزئیات حیات پیامبر اسلام، دیده نمی شود. این تحلیل و توصیفی که از زندگانی خصوصی وی ضمن احادیث و سیره ها صورت گرفته است، نسبت به هیچ یک از مؤسسین دیانات دیگر روی نداده است. این بیان ستایش‌آمیز در یکی از فصول کتب گرانقدر او، عقیده و شرایع در اسلام، به مناسبت رغبت روزافزون رسول اکرم به زن آمده و آن را حقیقتی تاریخی مینامد که به اسناد موثق تکیه دارد. راست است، نوح و ابراهیم سر جای خود، ما از زندگانی موسی و عیسی که در گرد و غبار افسانه‌های مبالغه آمیز قومی و تعصب‌های نژادی و دینی ناپدید شده اند چیزی نمی‌دانیم، ولی برای زندگانی محمد صدها آیه و حدیث معتبر و سیره‌های نزدیک به زمان رحلت او و همچنین روایاتی که هنوز تعصب‌ها آن را مسخ و تباه نساخته است در دست داریم. مهمتر از همه قرآن است که از خلال آیات و شأن نزولی که مفسران برای آن بیان می کنند، بسی از وقایع و حوادث زمان به دست می آید. چنان که در همین موضوع مورد بحث آیات عدیده‌ای هست و جمله مفسران شأن نزول آیه 54 سوره نساء را خردگیری جهودان بر رغبت رسول اکرم به زن و طعن آنان که محمد جز زن گرفتن کاری ندارد دانستند. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. یعنی آنها یهودان بر فضل و عنایت پروردگار محمد رشک میبرند، یعنی بر مقام نبوت و کثرت زنان، و میگویند اگر او پیغمبر بود اینقدر به زنان روی نمی آورد. ما به خاندان ابراهیم هم کتاب و حکمت عطا فرمودیم، هم کشوری بزرگ. معلوم است در این آیه اشاره به داوود است که میگویند 99 زن داشت و سلیمان 1000 زن آزاد و بنده در حرم نگهداری میکرد و این امر از مرتبه پیامبری آنها نکاسته است. البته خود این مطلب مثل سایر افسانه‌های ملوک بنی اسرائیل آلوده به اغراق و مزین به افسانه است. خردگیران فرنگی این رغبت مفرط به زن را شایسته مقام روحانیت مردی که زهد و قناعت را توصیه می‌کند ندانسته و حتی آن اندازه توجهی که در شریعت اسلامی به اصلاح شؤون و حقوق زن داده شده است، ناشی از میل شخصی محمد به زن گفته‌اند. اگر قضیه را صرفاً با منطق عقلی و نه عاطفی بسنجیم، ارزش ایراد آنان کاهش می‌گیرد. محمد بشر است و بشر از نقطه‌های ضعف خالی نیست. تمایل جنسی جزء غرایز آدمی است و بیش و کم هنگامی می‌تواند مورد بحث قرار گیرد که تأثیری در افکار یا کردار یک شخص نسبت به دیگران داشته باشد. به عبارت روشن‌تر، خصلت شخص هنگامی نکوهیده است که زیان بخش به حال اجتماع باشد، ورنه در زندگانی شخصی و خصوصی خوبی یا بدی و نقطه قوت یا ضعف نباید مورد بحث و ملاحظه قرار گیرد. از فکر سقراط بر آتن نور می‌ریخت و از آتن به تمام یونان و از یونان به جامعه انسانی. اگر سقراط در زندگانی شخصی خود تمایل شخصی داشته باشد که بر دیگران زیانی وارد نکرده است، نباید مورد بحث قرار گیرد. در هیتلر غریزه جنسی یا نبود یا سرکش نبود و از این حیث میتوان او را پاکیزه گفت، ولی در عوض افکار شومی داشت که دنیا را به خون و آتش افکند. حضرت رسول خود را بشری می‌خواند که به بندگی خدا گردن نهاده و می‌خواهد قوم خود را از پلیدی ستایش اصنام نجات دهد. تمایل او به زن و تعدد زوجات وی نه آسیبی به اصول دعوت وی رسانید و نه زیانی به حقوق دیگران. بر اعمال و افکار مردان بزرگ اجتماع از این زاویه باید نگریست و آنها را از لحاظ مصلحت جامعه و خیر انسانیت قضاوت کرد. از این لحاظ سلب حق آزادی فکر و عقیده از دیگران و مخیر ساختن آنان بین مسلمان شدن و جزیه دادن، آن هم با خواری و زبونی، بیشتر قابل بحث است. از سوی دیگر مسلمانان نیز به گونه‌ای دیگر راه غلط رفته و برای تجلیل از پیشوای بزرگ اسلام چیزهایی گفته و نوشته اند که مباین مصرحات قرآن و روایات مسلم صدر اسلام است.
حتی مرد فاضلی که در عصر ماه در زندگانی حضرت محمد کتابی فراهم کرده و خواسته است با دیدی روشن و متناسب افکار قرن 20 قضیه را زیر و بالا کند، از این خردگیری اروپاییان برآشفته و طی فصلی در مقام دفاع از حضرت برآمده و به کلی منکر تمایل آن حضرت به زن شده است. از جمله می‌نویسد: محمد 28 سال با خدیجه به سر برد و هوس گرفتن زن دیگر نکرد. این امر طبیعی است و جز این نمیتواند باشد. خدیجه توانگر و متشخص، جوان فقیر ولی جدی و درستکاری را که در خدمتش بوده است به شوهری میگزیند و داماد را به خانه میآورد، چون ذاتاً یا بر حسب مقتضیات زندگی از هوس و عادات جلف جوانان قریش برکنار است. خدیجه پخته و جا افتاده از شوهر 15 سال جوانتر از خود مراقبت و پرستاری می کند. با ثروت خود موجبات رفاه او را فراهم می سازد تا مهنت دوران کودکی و طفیلی بودن در خانه عمو را فراموش کند. این نعمت و آسودگی خانه خدیجه به وی مجال می دهد تا به تعقیب اندیشه‌های 10-12 ساله خود بپردازد. و یقین است که خدیجه با تصورات و افکار پرهیزکارانه وی روی موافقت نشان داده است، زیرا دختر عموی ورقه بن نوفل است و طبعا تمایلی به حنیفان دارد. به همین دلیل در مبدأ بعثت رویای او را صادقانه و نشانه وحی الهی می‌داند و خود نخستین کسی است که به محمد ایمان می‌آورد. از اینها گذشته خدیجه مادر 4 دختر او زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه است. با وجود این اوضاع و احوال، محمد چگونه میتوانست با وجود خدیجه زن دیگری بگیرد؟ به همین دلیل پس از وفات خدیجه بیدرنگ عایشه را خواستگاری کرد و چون عایشه هنوز خردسال بود و بیش از 7 سال نداشت، سوده بیوه سکران ابن عمره را به زنی گرفت. حسین هیکل در این باب مطلبی می نویسد و گویی می خواهد حضرت محمد را از رغبت به زن تبرئه کند. او می گوید سوده جمالی و مالی نداشت. ازدواج با وی نوعی اقدام به امر خیر و نوازش زن بی سرپرست یکی از مهاجران حبشه بوده است. آیا بهتر نبود بنویسد برای خانه‌داری و سرپرستی از 4 دختر جوان خود زن جا افتاده‌ای چون سوده مناسب بود؟ ولی در این صورت ممکن است به وی اعتراض شود که محمد نخست به عایشه روی آورد و چون او طفل بود و ازدواج آن دو به 2 سال بعد موکول شده بود، سوده را گرفت، زیرا نمیتوانست بدون زن زندگی کند و این هم عیب نیست. یک علت دیگر این بود که زن دیگری در دسترس ازدواج نبود، زیرا قریش به محمد زن نمیدادند و شاید میان مسلمانان آن تاریخ دختری و زنی مناسب ازدواج محمد وجود نداشته، از این رو به سوده اکتفا کرد. آن هم تا مدت کمی پس از فوت خدیجه که در مکه به سر برد. اما پس از هجرت به مدینه، مخصوصاً پس از حصول امکانات، این رغبت مفرط رسول اکرم به زن خوب دیده می شود و قابل انکار نیست. کافی است به تعداد زنان وی نظری اجمالی و فهرستوار بیفکنیم. 1. حضرت خدیجه دختر خویلد، بانوی متشخص و متمکنی که سومین شوهر او حضرت محمد بوده و از محمد 4 دختر و 2 پسر به نام قاسم و طاهر که زنده نماندند زایید. 2. سوده دختر زمعه و بیوه سکران ابن عمره که از مسلمانان مهاجر به حبشه بود و همانجا وفات کرد و به عقیده محمد حسین هیکل پیغمبر سوده را از راه ترحم و برای اینکه بیوه مسلمانی تک و تنها نباشد گرفت. 3. عایشه دختر ابوبکر صدیق است که در 7 سالگی نامزد شد و در 9 سالگی با تفاوت بیش از 40 سال سن به زوجیت پیغمبر درآمد و هنگام رحلت حضرت 16 یا 17 سال داشت و بیش از زنان دیگر مورد علاقه بود. عایشه از جمله حفظ کنندگان قرآن و از منابع مهم حدیث و سنت به شمار می رود و پس از قتل عثمان بر ضد خلافت علی ابن ابی طالب قیام کرد و جنگ جمل را به راه انداخت. 4. ام سلمه. 5. حفصه دختر عمر بن الخطاب است که پس از بیوگی به حرمسرای پیغمبر ملحق شد و میتوان این ازدواج را از ازدواجهای سیاسی و مصلحتی به شمار آورد. 6. زینب دختر جحش، زن زید بن حارثه پسرخوانده پیغمبر که میتوان ازدواج پیغمبر را با وی جزء داستانهای عشقی پیغمبر درآورد و منظومه زید و زینب درباره آن سروده شده است و از حیث لطف و عنایت و محبتی که حضرت محمد نسبت به وی داشت او را رقیب عایشه دانست. 7. جویریه دختر حارث ابن ابوذرار، رئیس قبیله بنی مصطلق و زن مصافع ابن صفوان که زن با فضل و کمالی بود و در سال 6 هجری جزو غنایم و اسرای بنی مصطلق نصیب یکی از مسلمانها شد.
مالک او از او فدیه می‌خواست که به نظر جویریه گزاف آمد و از ادای آن عاجز بود. از این رو به در خانه پیغمبر رفت که شفاعت فرموده مبلغ فدیه را پایین آورد. عایشه میگوید جویریه زیبا و جذاب بود. هر کس او را میدید شیفته او میشد. هنگامی که او را بر در حجره خیش یافتم احساس ناراحتی کردم، زیرا یقین داشتم چشم پیغمبر که به او افتد مفتون وی میشود. همینطور هم شد. پس از رسیدن به حضور پیغمبر و بیان حاجت خود حضرت فرمود من کار بهتری برایت انجام میدهم. فدیه تو را خودم خواهم داد و تو را به زنی میگیرم. جویریه شادمانه پذیرفت و پس از اینکه پیغمبر با وی همخوابه شد بسیاری از اسیران بنی مصطلق به ملاحظه اینکه پیغمبر داماد آنها شده است از طرف مسلمانان آزاد شدند. گمان نمی‌کنم هیچ زنی برای کسانش اینقدر حامل خیر و برکت شده باشد. 8. ام حبیبه خواهر ابو سفیان و بیوه عبدالله ابن جحش که در حبشه مرده بود. 9. صفیه دختر حی ابن خطب و زن کنانة ابن ربیع که از رؤسای خیبر بود. پیغمبر از میان اسیران صفیه را انتخاب کرد و در شب همان روزی که از خیبر به مدینه مراجعت می‌فرمود با وی همخوابه شد. 10. میمونه دختر حارث ابن الهلالیه خواهرزن ابو سفیان و عباس ابن عبدالمطلب و خاله خالد ابن ولید. میگویند پس از این وصلت خالد اسلام آورد و به اردوگاه مسلمین آمد و پیغمبر به او چند اسب داد. 11. فاطمه دختر سریح. 12. هند دختر یزید. 13. اسماء دختر سباع. 14. زینب دختر یزید. 15. حبله دختر قیس و خواهر اشعث. 16. اسماء دختر نعمان. 17. فاطمه دختر ضحاک. پیغمبر با دو زن اخیر ازدواج کرده لیکن همبستر نشده است. 18. ماریه قبطیه که از مصر برای حضرت هدیه فرستاده بودند و ابراهیم که در دوران طفولیت درگذشت از او متولد شده است. 19. ریحانه که مانند ماریه قبطیه بوده است و مشمول اصطلاح قرآنی ما ملکت ایمانکم بوده است و همخوابگی با آنها هیچ گونه مراسم و تشریفاتی را ایجاب نمی کرده است. ریحانه جزء اسرای بنی قریظه و سهم پیغمبر بود، اما نه اسلام آورد و نه حاضر شد زن عقدی محمد گردد و ترجیح داد به حال بردگی در خانه وی بماند. 20. ام شریک دوسیه و او یکی از 4 زنی است که خیشتن را به پیغمبر بخشیده بود، چرا که غیر از زنان عقدی که ازدواج با آنها مستلزم تشریفاتی چون مهر، حضور گواه و رضایت ولی است و غیر از بردگان که در صورت داشتن شوهر کافر یا مشرک بر مسلمانان حلال هستند. در حرمسرای پیغمبر طبقه دیگری نیز از زنان وجود داشت و آنان زنانی بودند که خیشتن را به پیغمبر هبه می کردند و او نیز خود را به پیغمبر هبه کرده بود. 3 دیگر میمونه، زینب و خوله اند. هبه کردن خیشتن به پیغمبر عایشه را آشفته ساخت، زیرا ام شریک زیبا بود و حضرت بیدرنگ این تقدیمی را پذیرفته بود. میگویند از فرط غیظ و رشک گفته است نمیدانم زنی که خیشتن را به مردی تقدیم کند چه ارزشی دارد و از این رو قسمت اخیر آیه 50 سوره احزاب نازل شد که تأیید و تصویب عمل ام شریک و قبول پیغمبر است از طرف حضرت حق. قسمت اخیر آیه 50 چنین است: و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین. یعنی هرگاه زنی مؤمنه خیشتن را به پیغمبر هبه کند، اگر بخواهد میتواند او را به نکاح خود درآورد و این امتیاز مخصوص پیغمبر است نه سایر مؤمنین. عایشه چون چنین دید گستاخانه به حضرت گفت انی اری ربک یسارع فی هواک، یعنی میبینم خدایت به انجام خواهش‌های نفسی تو میشتابد. در روایت معتبر دیگر به نقل شیخین مشاجره میان پیغمبر و عایشه به صورت دیگر آمده است. بنابر این روایت هنگامی که آیه 50 نازل شد و عایشه از آن آگاه گردید و تازه قضیه ام شریک روی داده بود، از فرط غیظ گفت زنهایی که خیشتن را به مردی عرضه می کنند چه ارزشی دارند؟ آن وقت برای تنبیه او آیه 51 سوره احزاب نازل شد و پس از این آیه 51 بود که عایشه آن جمله گستاخانه را گفته است که خدایت خوب به انجام آرزوهایت می شتابد. آیه 50 سوره احزاب که تکلیف پیغمبر را عموماً درباره زنان تعیین می‌کند چنین است: یا ایها النبی
انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن و ما ملکت یمینک مما افاء الله علیک و بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک اللاتی هاجرن معک و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسا للنبی ان اراد النبی ان یستنکها خالصة لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم لکی لا یکون علیک حرج و کان الله غفورا رحیما. یعنی ای پیغمبر، ما بر تو حلال کردیم زنانی را که مزد آنها را پرداخته ای، همچنین جاریه هایی که از غنیمت به دست آورده ای و دختران عمو، دختران عمه، دختران دایی و دختران خاله ها که با تو مهاجرت کرده اند، همچنین زن مؤمنه‌ای که خیشتن را به پیغمبر بخشیده است. می توانی او را به عقد خود درآوری و این امتیاز از آن توست. مربوط به سایر مؤمنین که تکلیفشان را معین کرده ایم، یعنی حق داشتن 4 زن و همبستری با جواری خود نیست. این حکم برای این است که بر تو حرجی نباشد، از حیث زن در مضیقه نباشی و خداوند رحیم و بخشنده است. اعتراض عایشه به قسمت اخیر این آیه است و برای تأدیب وی آیه 51 سوره احزاب نازل شد که حدود اختیارات پیغمبر را درباره زنان خود معین می کند، بلکه آزادی مطلق به وی می دهد و زنان وی را از هر گونه ادعایی و تقاضایی محروم می کند. آیه 51 سوره احزاب چنین است: ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیک من تشاء و من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنی ان تقر اعینهن ولا یحزن و یرضین بما آتیتهن کلهن والله یعلم ما فی قلوبکم و کان الله علیما حلیما. که خلاصه چنین معنی می‌دهد: لازم نیست در هم بستر شدن با زنهای خود نوبت را مراعات کنی. هر کدام را خواستی نزد خود بخوان و هر یک را خواستی کنار بگذار. آزادی و اختیار مطلق در ترک آنها داری و برای آنها نیز این ترتیب بهتر است. خداوند به حقیقت آرزوهای شما واقف است. در کشاف شأن نزول آیه چنین بیان شده است که زنان پیغمبر با یکدیگر رقابت می‌کردند و از پیغمبر نفقه بیشتری مطالبه می‌کردند. بنابر روایت عایشه، حضرت 1 ماه معاشرت با آنها را ترک کرد و این آیه نازل شد و دست پیغمبر را در رفتار با زنانش باز گذاشت. زنها نگران شدند و به حضرت رسول گفتند از وجود خود و مال خود هر قدر که می‌خواهی به ما بده، یعنی اختیار مطلق با توست و به دلخواه خود رفتار کن. زمخشری به طور تفصیل آیه 51 را شرح می‌دهد و خلاصه آن چنین است: پیغمبر در روی آوردن به هر یک از زنان خود و روی گردانیدن از هر یک از آنها مختار است و در طلاق و ترک آنها آزاد است و اضافه می‌کند پیغمبر در ازدواج با هر یک از زنان امتش مختار و آزاد است و از حضرت حسن بن علی نقل می‌کنند که اگر پیغمبر از زنی خواستگاری می‌کرد دیگر هیچ کس حق نداشت با آن زن روی آورد مگر اینکه پیغمبر صرف نظر می‌کرد. باز زمخشری در این باب میگوید در آن تاریخ پیغمبر 9 زن داشت که نسبت به 5 تن آنها به مفاد ترجیم نشاء رعایت نوبت نکرد و سهم آنها را به تأخیر میانداخت و آنها عبارت بودند از سوده، جویریه، صفیه، میمونه و ام حبیبه و 4 نفری که مورد لطف بودند و منظما آنها را به سوی خود میخواند عبارت بودند از عایشه، حفصه، ام سلمه و زینب. باز عایشه در این باب میگوید کمتر روزی بود که پیغمبر به همه ما سر نزند، ولی مباشرت مخصوص کسی بود که نوبت او بود و آن شب را نزد او به سر میبرد و چون سوده دختر زمعه میترسید پیغمبر او را طلاق دهد به حضرت گفت نوبت مرا مراعات مکن، من توقع همبستری با تو را ندارم و شب خود را به عایشه میدهم، ولی مرا طلاق مده زیرا میخواهم روز 8 جز زنان تو محسوب شوم. نکته مهم قسمت آخر آیه 51 احزاب است که با آن که همه اختیارات و آزادی عمل به پیغمبر تفویض شده است و زنان وی هیچ گونه تقاضا و حق بازخواستی ندارند و هر گونه توقع آنها انحراف از امر و اراده خداوند فرض شده است، در آخر آیه می‌فرماید ذالک ادنی و الی آخر. این ترتیب برای آنها نیز بهتر است زیرا رقابت از میان آنها برمیخیزد و پیوسته خوشنود و راضی خواهند بود. شاید برای مستهلک کردن اثر این ضربه‌ای که بر شخصیت زنها وارد شده و برای آرام ساختن جریحه‌ای که به عزت نفس آنها رسیده است، آیه 52 نازل گردید، چرا که در حقیقت آن را میتوان نوعی تلطیف و تسلیت و ایجاد خوشنودی شمرد.
لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن الا ما ملکت یمینک و کان الله علی کل شیء رقیبا. یعنی از این پس زنها بر تو حلال نیستند، یعنی اجازه نداری به زنان دیگر توجه کنی، همچنین دیگر حق نداری به جای اینها به زنان دیگر روی آوری، هرچند زیباییشان تو را خیره و مفتون کند، مگر بردگان که خواه به خریداری خواه به اسارت از آن تو شده باشند. آیه 52 سوره احزاب. در همین باب باز جای حرف است، زیرا حدیثی از عایشه وجود دارد که تمام محدثین به صحت آن رأی داده اند و آن این است که حضرت پیغمبر وفات نکرد مگر اینکه تمام زنها بر وی حلال بود. زمخشری معتقد است این حدیث دلیل بر آن است که آیه 52 سوره احزاب از راه سنت و یا به دلیل آیه انا احللنا لک النساء که قبل از آن نازل شده نسخ شده است، در حالی که آیه بعدی بایستی ناسخ باشد، ولی در اینجا ناسخ آیه قبلی است و این قسمت اخیر رأی سیوطی است در اتقان. از مجموعه آیات متعدد سوره احزاب این نتیجه شگفت‌انگیز به دست می آید که دایره امتیازات پیغمبر در باب زن وسیع است. بیش از 4 زن می تواند داشته باشد. اقربایی که مهاجرت کرده اند بر وی حلال هستند. هر زن مؤمنه‌ای که خیشتن را بدو عرضه کند بدون مهر و شهود می تواند به همخوابگی با خود بپذیرد. از رعایت عدالت و شناختن حق تساوی میان زنان خود معاف است. نوبت هر یک از آنها را می تواند به تأخیر اندازد و حتی وی را ترک کند. هر زنی را خواست و خواستگاری کرد بر سایر مؤمنان حرام است. پس از مرگ او کسی حق ندارد با یکی از زنان او ازدواج کند. آیات 53 و 55 سوره احزاب. و از همه اینها گذشته زنان پیغمبر حق تقاضای نفقه بیشتر ندارند. در مقابل این امتیازات و اختیارات و آزادی عمل رسول الله، زنانش تکلیف و محدودیت هایی دارند. آنها مثل سایر زنان نیستند. نمی بایست بر مردم ظاهر شوند و باید از پشت پرده با مردان سخن گویند. از زینت‌های متداول دوران جاهلیت چشم بپوشند، به نفقه‌ای که به آنها داده می‌شود قانع باشند و از عدم مراعات نوبه خود دلتنگ نشوند. در آخر آیه 53 سوره احزاب صریحاً می‌فرماید: و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا. یعنی روا نیست بر شما که پیغمبر را آزار دهید و پس از او با یکی از همسران وی ازدواج کنید. در تلمود عین این حکم راجع به زنان شاهان یهود آمده است. ابن عباس میگوید شخصی پیش یکی از همسران حضرت آمد و حضرت به وی فرمود از این پس نباید چون این کاری از تو سر زند. مرد گفت این زن دختر عموی من است، نه از من عملی ناروا سر زد نه از وی. پیغمبر فرمود این را میدانم، ولی کسی از خداوند غیورتر و از من غیورتر نیست. مرد دمق شد و از آنجا رفت و غرغر کنان میگفت مرا از سخن گفتن با دختر عمویم منع میکند. پس از مرگش با وی ازدواج خواهم کرد و آیه 53 سوره احزاب بدین مناسبت نازل شده است. چیزی که باید در این باب افزود این است که هیچ وقت تمامی این 20 زن در حرمسرای پیغمبر نبوده اند و 2 نفر از آنها ظاهراً و اسماً جزء ازواج نبی آمده اند و پیغمبر با آنها همبستر نشده است. بعضی از آنها چون حضرت خدیجه و زینب دختر خزیمه و ریحانه درگذشتند، به طوری که هنگام رحلت 9 زن بیشتر در خانه او نبود و میان آنها نیز 2 دستگی و رقابت بود. در یک سمت عایشه، حفصه، سوده و صفیه قرار داشتند و در سوی دیگر زینت ابن جحش و ام سلمه و دیگر زوجات. پاره‌ای از زوجات پیغمبر در تاریخ و ادب اسلامی ماجرایی دارند. از آن جمله است حدیث افک، یعنی اتهام عایشه با صفوان ابن معطل. در سال 3 هجری پس از غزوه بنی مصطلق مابین نوکر عمر و یکی از مردان خزرج نزاعی در گرفت. عبدالله ابن ابی که از منافقان معروف مدینه بود و در تاریخ صدر اسلام عنوان خاصی دارد، از این قضیه برآشفت و به کسان خود گفت این بلایی است که خود ما بر سر خودمان آوردیم، یعنی قبول کردن هجرت و پذیرفتن مهاجران قریشی را. و این مثل درباره ما صادق است که وقتی سگ خود را سیر کردی به خودت حمله می کند. برگردیم به یثرب تا با اکثریت عزیزان اقلیت خار را بیرون بریزیم. این سخن به گوش حضرت محمد رسید و در مراجعت به مدینه شتاب کرد تا عبدالله ابن ابی را از تحریک و دسیسه باز دارد. این راهپیمایی متواصل بود و حضرت در منازل میان راه حتی به منظور استراحت کمتر توقف می‌کرد.
در این سفر عایشه که به حکم قرعه همراه پیغمبر بود، در اثنای مراجعت و به هنگام توقف مختصری در یکی از منازل برای قضای حاجت بیرون رفت و ضمناً چیزی را گم کرد که جستجوی آن وی را از کاروان عقب انداخت و شتری که هودج وی را حمل می‌کرد با سایر شتران به راه افتاد. عایشه در صحرا تنها ماند تا صفوان بن معطل که در مؤخره قافله حرکت می‌کرد به این منظور که هرگاه از کسی چیزی افتاده باشد بیابد و بیاورد به وی رسید و بر شتر خود سوارش کرده به مدینه آورد و این امری نبود که مخفی بماند، مخصوصاً که همینه خواهر زینب بن جحش از این موضوع مطلع شد و با رقابتی که میان عایشه و زینب بود موضوعی برای جرح عایشه به دست آورد و او را به رابطه با صفوان متهم کرد. حسان بن ثابت شاعر معروف و مصطح بن اساسه با وی همزبان شدند. عبدالله بن ابی که نفاق و کینه‌توزی وی با پیغمبر مسلم بود نیز بیکار ننشست و خبر را در شهر منتشر ساخت. ظاهراً اوضاع و احوال چندان مساعد براءت و بیگناهی عایشه نبود. زنی به زیبایی و جوانی عایشه درست پس از رفتن به همین غزوه رقیبی چون زینب بن جحش پیدا کرده است که شوهر بزرگوارش آیات عدیده برای دست یافتن بدو نازل کرده است. در همین غزوه و پس از پیروزی بر بنی مطلق، جویریه دختر حارث ابن ابوزرار و زن مصافع ابن صفوان را بدان طرزی که اشاره شد با دادن 400 درهم از مالک او خریده و به همسری خود درآورده است. به عبارت واضح‌تر حضرت 2 حووی زیبا در اندک مدتی بر سر او آورده است. پس طبعا ممکن است روح لطیف زنانه او جریحه‌دار شده و از راه انتقام جویی چنین انحرافی از وی سر زده باشد، یا لااقل چنین صحنه‌ای برای تنبیه و مجازات شوهر خود درست کرده باشد. زیرا چگونه ممکن است کاروانی کوچ کند و هودج عایشه را بر شتر بگذارند و متوجه نشوند که هودج خالی است؟ چرا خود محمد با آن همه علاقه‌ای که به او داشت قبل از رحیل از حال او استفسار نکرده است؟ چگونه ممکن است صدها مجاهد به حرکت آمده باشند و عایشه خبردار نشده باشد و خود را به کاروان نرسانده و آنقدر در بیابان مانده باشد تا صفوان به وی برسد؟ در صورتی که صفوان در مؤخر کاروان حرکت کند بایستی هنگام استراحت و اتراق به کاروان رسیده باشد و چندان منطبق با واقع نیست که مدتها پس از حرکت کاروان به محل کاروان رسیده عایشه را تک و تنها دیده باشد. همه این ظواهر عقب ماندن عایشه را یک امر عمدی و یک تبانی با صفوان نشان می‌دهد. همان بامدادی که صفوان عایشه را در ترک داشت و وارد مدینه شد، این بدگمانی و بدزبانی جان گرفت و در اندک مدتی در شهر پیچید. چگونه ممکن است خبری بدین اهمیت در شهری به کوچکی مدینه که در آن کوچکترین مطلب در اندک زمانی منتشر می شود پس از 20 روز به گوش عایشه برسد و آن وقت ناخوش شود و یا بیماری را بهانه کند تا به خانه پدر رود؟ پس طبعا می توان فرض کرد که از همان روزهای اول با خبر شده باشد، ولی پس از رسیدن خبر به گوش پیغمبر و ظهور آثار سردی و بی‌اعتنایی ناخوشی را بهانه کرده و به خانه پدر رفته باشد. با تمام این ظواهر و قرائن نامساعد هیچ بعید نیست بلکه میتوان مدعی شد که عایشه بیگناه بوده و تمام این رویدادها صحنه‌سازی کودکانه و زنانه‌ای باشد، مخصوصاً که صفوان به نفرت از زن معروف بوده. معذالک بدگویی و بدزبانی مردم که خواه ناخواه به گوش پیغمبر رسیده بود سخت او را ناراحت کرد، به حدی که در این باب با 2 نفر از محرمان خود علی ابن ابی طالب و اسامه ابن زید مشورت کرد. اسامه به طور قطع گفت عایشه از این اتهامات منزه است و دختر ابوبکر صدیق از این گونه آلودگی‌ها پاک است. اما علی ابن ابی طالب گفت زن برای شما قحط نیست، علاوه بر این ممکن است از کنیز عایشه تحقیق کرد و حتی علی آن کنیزک بدبخت را زد تا راست بگوید و او هم چون چیزی نمیدانست به براءت عایشه سوگند خورد و با وجود همه اینها شک و تردید و ناراحتی پیغمبر تسکین نیافت. ناچار به خانه ابوبکر رفت و با عایشه مواجه شد. طبعا در آنجا صحنه‌هایی از گریه و انکار رخ می‌نماید، زیرا همانجا حالت وحی به پیغمبر دست می‌دهد و او را می‌پوشانند و متکایی چرمی زیر سرش می‌گذارند تا پس از مدتی که غرق عرق از زیر کاه بیرون می‌آید سوره نور نازل می‌شود. در این سوره آیات متعددی راجع به حد زنا و حد تهمت زدن و حدیث عفک و تبرئه عایشه آمده است، تقریباً از آیه 3 الی 26. زمخشری معتقد است که هیچ موضوعی در قرآن به این شدت تعقیب نشده است و بهترین شاهد آن آیه 123 است. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم.
یعنی کسانی که زنان عفیف و مؤمنه را تهمت می‌زنند در این دنیا مطعون و در آن دنیا دچار عذاب می‌شوند. در پایان ماجرا آن 3 نفر که در بهتان شرکت داشتند حد زدند، یعنی قانون عطف به ما سبق شده است، زیرا قبل از این قضیه برای تهمت زدن حدی معین نشده بود. داستان زینب. داستان ازدواج حضرت محمد با زینب در سیره‌ها و روایات و حتی آیات قرآنی طنینی دارد آهنگدار و ازدواجی است که میتوان آن را ازدواج عشقی نامید. زینب زن زید بن حارثه است. زید را حضرت خدیجه در جوانی خریده و به محمد بخشیده بود. حضرت نیز او را آزاد کرد و مطابق رسم عرب به فرزندی پذیرفت. فرزندخوانده در سنن جاهلیت حکم فرزند داشته و تمام احکام پدر فرزندی چون ارث و حرمت ازدواج با زن وی در مورد او جاری بوده است. مسلمانان نیز تا هنگام نازل شدن آیات 4 الی 8 سوره احزاب بدان عمل می‌کردند. عبدالله ابن عمر می‌گوید ما اطرافیان پیغمبر زید را زید بن محمد می‌گفتیم، چرا که او علاوه بر عنوان پسرخواندگی از یاران صدیق و فداکار محمد محسوب میشد. زینب دختر امیمه بن عبدالمطلب یعنی دختر عمه پیغمبر بود و خود پیغمبر او را برای زید بن حارثه خواستگاری کرد و چون زید بنده آزاد شده بود، زینب و برادرش عبدالله از قبول این خواستگاری اکراه داشتند، ولی آیه نازل شد و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة الا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. یعنی گاهی که خدا و رسولش امری اراده کردند دیگر برای مرد مؤمن و زن مؤمنه اختیار نمانده و جز اطاعت تکلیفی ندارند ورنه گمراه شده اند. سوره احزاب آیه 36. پس از این آیه زینب و عبدالله به درخواست پیغمبر گردن نهادند و زینب را برای زید عقد کردند. داستان عشق حضرت محمد پس از این واقعه آغاز می شود، ولی در کیفیت بروز و ظهور آن قدری نوسان و اختلاف هست. از تفسیر جلالین چنین برمی آید که همان دم پس از انجام عقد نکاح زید با زینب تغییر حالتی در پیغمبر پدید آمده است. ثم وقع بصرة علیها بعد حین فوقع فی نفسه حبها. یعنی پس از آن یا پس از اندکی چشمش بر زینب افتاد و مهر زینب در قلبش دمید. زمخشری در تفسیر آیه 37 سوره احزاب می نویسد حضرت رسول پس از انجام نکاح چشمش به زینب افتاد و چنان از وی خوشش آمد که بی اختیار گفت سبحان الله مقلب القلوب. یعنی پیغمبر سابقا زینب را دیده بود و از او خوشش نیامده بود ورنه از او خواستگاری می کرد. زینب این جمله پیغمبر را شنید و به زید گفت و او به فراست دریافت که خداوند در قلب او بیمیلی نسبت به زینب انداخت و نزد پیغمبر شتافت و عرض کرد میخواهم از زنم جدا شوم. پیغمبر فرمود چه اتفاقی افتاده؟ آیا شبهه‌ای از او داری؟ عرض کرد ابداً، جز نیکی از او ندیدم، ولی او خود را برتر و شریفتر از من میداند و این امر ناراحتم کرده. بدین مناسبت جمله امسک زوجک و اتق الله یعنی زن خود را برای خود نگهدار و پرهیزکار باش آمده است. آیه 37 سوره احزاب. آیه 37 سوره احزاب پرمعنی و زیباست و صراحت قول و صداقت روح پیغمبر را نشان می‌دهد. و استقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشی الناس الله احق ان تخشاه فلما قضی زیدا منها و ترن زوجنا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اسقذوا منهن و ترن کان امر الله مفعولا. یعنی هنگامی که به شخصی که خداوند بدو عنایت فرموده و تو به او عنایت کردی، مقصود زید است که خدا او را هدایت کرده و پیغمبر او را آزاد فرموده است. میگویی زن خود را برای خود نگاهدار و از خدا بپرهیز، در ضمیر و باطن خود از ترس مردم امری را مخفی میکنی که خداوند آن را فاش خواهد ساخت، در صورتی که باید از خدا بترسی نه از مردم. چون زید حاجت خود را انجام داد، ما او را به زوجیت تو درآوردیم تا برای مؤمنان دیگر هم محذوری نباشد که با زن پسرخوانده خود ازدواج کنند. آیه خیلی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد. پیغمبر از زینب خوشش می آمد، ولی وقتی که زید به حضورش رسیده اجازه می خواهد او را طلاق دهد، به وی می فرماید طلاقش مده و برای خود نگاه دار. با این بیان روی خواهش درونی خود پا گذاشته و به زید پند می دهد که زن خود را نگاه دارد. اما خداوند به او میگوید تو از ترس زبان بدگویان میل باطنی خود را که طلاق زینب از زید باشد ظاهر نساختی.
در صورتی که تو فقط باید از خدا بترسی. چون زید حاجت خود را انجام داد، او را به زنی به تو میدهم تا بر مؤمنان قید و بندی در ازدواج با زن پسرخواندهشان نباشد. تغییر حالت و شیفتگی پیغمبر پس از انجام عقد ممکن است، ولی آمدن زید به خدمت حضرت و اجازه طلاق خواستن و دلیل طلاق را بدرفتاری زینب توجیه کردن مستلزم آن است که مدتی هر چند کم زید و زینب زندگی زناشویی مشترکی داشته باشند. در این صورت باید تفسیر زمخشری را چنین تصور کرد که جمله سبحان الله مقلب القلوب بیدرنگ پس از انجام عقد و افتادن چشم پیغمبر بر زینب گفته شده باشد و شنیدن این جمله از دهان پیغمبر و شاید مشاهده بارقه‌ای در دیدگان محمد وی را از حقیقت میل و رغبت آن حضرت آگاه کرده و همان امر هوس دست یافتن بر محمد و زن مقتدرترین و متشخصترین مردان قریش شدن را در قلب او برافروخته باشد. به همین دلیل و به بهانه اینکه از روز نخست مایل به این وصلت نبوده است، بنای بدرفتاری با زید را گذاشته و برتری نسب خود را به رخ او کشیده است و حتی از اشاره به حقیقت میل پیغمبر به خیشتن مضایقه نکرده است و زید پس از آگاهی از این امر از راه خلوص و ارادت به مولا و آزاد کننده خود در مقام طلاق زینب برآمده و با وجود تأکید پیغمبر که زن خود را نگاهدار او را طلاق داده است. در تفسیر کمبریج که نویسنده آن معلوم نیست و اخیراً از طرف بنیاد فرهنگ از سوره مریم تا آخر قرآن در 2 جلد به چاپ رسیده است، قضیه تغییر حالت پیغمبر و عشق به زینب به گونه دیگری آمده است. روزی رسول صلوات الله علیه به خانه زینب آمد. زینب را دید ایستاده در سماخچه داروی بوی خوش می‌کوفت. خوشش آمد و در دلش افتاد اگر او زن او بودی. چون زینب رسول را بدید دست بر روی نهاد، گفت لبساقتون و حسنا، یعنی هم شکرینی و هم زیبایی. ای زینب سبحان الله مقلب القلوب. 2 بار این را بگفت و بازگشت. چون زید بیامد هرچه رفته بود پیش او بگفت و گفت بیش تو نتوانی مرا داشت، برو دستوری خواه تا مرا طلاق دهی. و زید زینب را دشمن گرفت چنان که پیش روی او نتوانست دید. پس از انجام طلاق حضرت خود زید را مأمور کرد و گفت برو و زینب را بگو که خداوند تعالی او را به زنی من داده است. زید بر در زینب آمد و در را بکوفت. زینب گفت کیست؟ گفت زید است. زینب گفت چه خواهد زید از من که مرا طلاق داده است؟ گفت پیغام رسول الله آورده ام. زینب گفت مرحبا به رسول الله. در را باز کرده زید در آمد و او میگریست. زید گفت مبادا چشم تو گریان، نیک زنی بودی فرمان بردار، خدای تعالی تو را به از من شویی داد. گفت لا ابا لک، کیست آن شوی؟ جواب داد زید که رسول خدای. زینب در سجده افتاد. از تفسیر کمبریج. این روایات با روایات دیگر نیز کاملا منطبق است که زید میگوید به سرای زینب شدم مشغول خمیر کردن آرد بود. چون میدانستم به زودی او زن پیغمبر خواهد شد، هیبت و احترام او مرا گرفت، چنان که نتوانستم روی در روی کنم و همینطور که پشت به او داشتم خبر خواستگاری پیغمبر را به او دادم. و از همین روی در تفسیر جلالین آمده است که حضرت گویی روز شماری میکرد. همین که عده زینب به سر رسید، بدون مقدمه و بدون تشریفات به خانه او رفت و در آنجا گوسفندی کشتند و تا دیرگاه نان و گوشت به مردم میدادند و بدین ترتیب عروسی خود را جشن گرفتند. هم از عمر و هم از عایشه روایت می‌کنند که آیه 37 سوره احزاب دلیل بر صراحت و امانت و صداقت رسول اکرم است. عایشه میگوید اگر بنا بود پیغمبر چیزی را پنهان کند، بایستی این میل باطنی خود را به زینب در قرآن نیاورد. و تخفی فی نفسک والله مبدیه، آیه 37 سوره احزاب. راست است دلایل صدق و صراحت و امانت رسول در آیات قرآنی زیاد است. حضرت محمد پروای اعتراف به ضعف‌های بشری نداشته است، ولی کاسه‌های گرمتر از آش بدین امر رضایت ندهند، چنان که در باب معجزات شمعی گفته شد. از جمله در همین آیه که مفسران و راویان اتفاق دارند. محمد ابن جریر طبری در تفسیر خود بدین امر گردن ننهاده و راضی نمی شود که فاعل تخفیفی نفسک حضرت محمد باشد و میگوید فاعل آن زید است، یعنی پیغمبر به زید گفت زنت را نگاه دار و از خدا بپرهیز. تو در ضمیر خود چیزی را پنهان می‌کنی که خداوند آن را آشکار می‌سازد. بعد برای این توجیه و تفسیر غیر موجه می‌نویسد زید مرضی داشت که آن را مخفی می‌کرد و برای همان مرض می‌خواست زینب را طلاق دهد و در اینجا مقصود مخفی نگه داشتن آن مرض است از انظار. محمد حسین هیکل هم برای اینکه از سمت دایه دلسوزتر از مادر محروم نماند،
در کتاب حیات محمد می نویسد زینب دختر عمه پیغمبر بود و او را قبلا دیده بود و ابدا رغبت به ازدواج با وی نداشت و از این رو اصرار ورزید که زید زن خود را طلاق ندهد. ولی بعد از اینکه زید دستور مولای خود را به کار نبست و زن خود را طلاق داد، پیغمبر زینب را برای آن گرفت که سنت جاهلی اعراب را در باب آثار فرزندخواندگی بشکند و به سایر مؤمنان نشان دهد که می شود با زن فرزندخوانده خود زناشویی کنند. لذا با زینب ازدواج کرد و شاید به همین دلیل با آن شتاب پس از سرآمدن ایام عده به خانه وی شتافت و عروسی خود را ولیمه داد. حفصه. محمد حسین هیکل غالب ازدواج‌های پیغمبر را ازدواج‌های سیاسی و مصلحتی می‌گوید و برای تایید آن می‌نویسد روزی عمر با زن خویش در باب امری صحبت می‌کرد و زنش بنای مشاجره و یکی به دو کردن را گذاشت. عمر خشمگین شد و گفت زنان را نرسیده است که در امور زندگی با مردان خود مهاجه کرده و از خود رأیی داشته باشند. زن گفت دختر تو با پیغمبر خدا گاهی به حدی بحث و مناقشه می کند که رسول تمام روز را خشمگین به سر می برد. به محض شنیدن این سخن عمر به خانه حفصه رفت و از او بازخواست کرده وی را از عقاب خداوند و غضب پیغمبر برحذر ساخت و ضمناً گفت تو به این دختر جوان عایشه که به زیبایی خود می‌نازد و از عشق و علاقه پیغمبر به خویشتن آگاه است نگاه نکن. پیغمبر تو را برای خاطر من گرفت ورنه عشقی به تو ندارد. بدیهی است این قضیه معقول و قابل قبول است و بعضی ازدواج‌های پیغمبر را باید حمل بر مصلحت و ایجاد پیوند خویشی کرد تا اسلام تقویت شود و علی و عثمان را به قول هیکل از همین روی به دامادی خود برگزیده است و مشهور است که خالد بن ولید پس از ازدواج پیغمبر با خاله اش میمونه خواهرزن عباس بن عبدالمطلب و حمزه بن عبدالمطلب در سال 9 هجری هنگام عمرة القضا اسلام آورد. حرام کردن ماریه بر خود. از جمله حوادثی که در باب زن و پیغمبر باید آورد، زیرا در آن زمان سر و صدایی به راه انداخت و باعث نزول آیاتی چند گردید، حرام کردن پیغمبر ماریه بن قبطه را بر خود بوده و آن حادثه از این قرار است. ماریه روزی نزد پیغمبر آمد. آن روز پیغمبر در خانه حفصه بود و حفصه در خانه نبود. حضرت همانجا با ماریه همبستر شد و در این اثنا حفصه سر رسید و داد و بیداد به راه انداخت که چرا حضرت با کنیز خود در خانه و در بستر او خوابیده است. پیغمبر برای تسکین خاطر حفصه و آرام کردن وی ماریه را بر خود حرام کرد. لابد پس از رفع بحران یا به واسطه علاقه‌ای که به ماریه داشته و یا به واسطه این که ماریه از تحریم خود بر پیغمبر ناراحت شده و بازخواست کرده بود، حضرت از حرام کردن ماریه بر خویشتن عدول کرد و برای تبرئه و تزکیه وی آیه‌های اول تا 5 سوره تحریم نازل شده است. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم. یعنی ای پیامبر چرا چیزی را که خدا حلال کرده است برای رضایت زنان خود بر خویشتن حرام می‌کنی؟ خداوند تو را بر این تحریم می‌بخشد. در آیه بعد راه غفران و چشم پوشی از تحریم امری که خداوند حلال کرده است معین شده و آن دادن کفاره است، مانند آزاد کردن بنده. قد فرض الله لکم تحلة ایمانکم که در سوره مائده وجوب کفاره آمده است. از این رو مقاتل میگوید پیغمبر کفاره داد و بنده ای را آزاد کرد و حسن میگوید به دلیل آخر آیه که والله غفور رحیم خداوند او را بخشیده است. آیه سوم که دنباله همین قضیه است شخص را به شگفت می اندازد که یک امر شخصی و خانوادگی و مربوط به گفتگوی زن شوهر در قرآن مطرح می شود. و اذ اسر النبی الی بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به و اظهره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نباها به قالت من انبأک هذا قال نبأنی العلیم الخبیر. یعنی پیغمبر به یکی از زنان یعنی حفصه رازی را گفت و به او گفت آن راز را به کسی نگوید، اما چون آن راز را به دیگری یعنی عایشه گفت و خداوند پیغمبر را از آن آگاه ساخت و پیغمبر بخشی از آن را به حفصه گفت و از گفتن قسمت دیگر خودداری کرد، حفصه به گمان اینکه عایشه به پیغمبر گفته است پرسید چه کسی تو را با خبر ساخت؟ پیغمبر گفت آن که بر همه اسرار دانا و آگاه است. آیه 4 از سوره تحریم. آیا ذکر این مطالب خصوصی در قرآن که شریعت ابدی و دستور قطعی برای کافه نوع انسانی است شگفت‌آور نیست و از آن شگفت‌انگیزتر شرح و بسط مفسران است؟ از جمله در تفسیر کمبریج قضیه را چنین شرح می‌دهد:
چون حفصه عایشه را از راز پیغمبر علیه السلام خبر کرد و خدای عزوجل بر پیغمبر خیش رسانید که حفصه راز تو را پیش عایشه بگفت، پیغمبر حفصه را از بعضی از آنچه با عایشه گفته بود آگاه کرد. آیا این بگومگوهای زنانگی که هر روزی 1000 مانند در هر گوشه جهان دارد، امری است که در متن قرآن آید و مفسران خداوند بزرگ و آفریننده کائنات را تا حد خبرچینی تنزل دهند که گفته‌های حفصه را با عایشه بازگو کند؟ در هر صورت 3 آیه نخستین سوره تحریم در باب این حادثه عادی و نقار زن شوهر است. آیه 4 و 5 تهدید عایشه و حفصه است که اگر در صورت ادامه این وضع و تعقیب این ادا و اصول زنانگی و رشک ورزیدن موجبات ناراحتی پیغمبر را فراهم کنید، خداوند حامی اوست و حتی ممکن است منجر به طلاق دادن شما بشود. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. یعنی اگر شما را طلاق دهد، امید است زنهای بهتری از شما به وی ارزانی دارد، مسلم، مؤمن و مطیع، پرهیزکار، مهاجر، انصار، بیوه یا باکره. معنی آیه و شأن نزول آن واضح است، ولی در یکی از تفسیرها طبری یا کمبریج مطلبی آمده است که بی اختیار از ساده لوحی مفسران و فرط ایمان آنها خنده عارض می شود. مفسر خشک مقدس که پیوسته می خواهد شأنی برای پیغمبر درست کند می نویسد مقصود از کلمه بیوه آسیه زن فرعون است و مراد از کلمه باکره حضرت مریم است که در بهشت منتظر پیغمبرند و با وی ازدواج خواهند کرد. بدین مناسبت شاید بد نباشد روایت دیگری که در شأن نزول آیات اولیه سوره تحریم آمده است نقل شود. پیغمبر در خانه زینب عسل خورده بود. وقتی از نزد وی بیرون آمد، عایشه و حفصه از راه رقابتی که با زینب داشتند گفتند بوی مغافیر از دهانت می آید. مغافیر بوی ناخوشی دارد. هنگامی که حضرت این را شنید، عسل را بر خود حرام کرد و پس از این لابد از سوگند خود پشیمان شده بود. آیه عتاب سوره تحریم نازل شد و برای شکستن سوگند اصل کفاره را معین فرمود و زنان خود را به طلاق تهدید کرد هرگاه از این رقابت و حسد ورزیدن توبه نکنند. ولی تصور می شود همان روایت نخستین صحیح باشد، زیرا که از گفتن سری به حفصه و فاش شدن راز سخن به میان آمده است.